قبیله برای اینکه از موجودات خطرناک زنده بیرون بیاد روی چوبا راه میره. بعد روستایی. خب این موجودی نبوده به غیر از ابلیس. حذرش بودید. خب یه جنی توی کرد توی همون. ببینید روی کامیون شما ببینید. سلام بچه، چه خبر؟ خیلی خوش اومدید این ویدیو. امشب داخل این ویدیو قراره که با هم دیگه ترسناک‌ترین ویدیوهای کوتاه ترسناک رو ببینیم. قبل اینکه بریم سراغ ویدیو بچه حتما این ویدیو رو لایک کنید. اگه چنلم سابسکرایب نکردید یا به سبک ترسناک علاقه داشتید حتما چنلم سابسکرایب کنید. عشق من اینو بریم سراغ ویدیو. خیلی خوب بچه، قبل اینکه اصلا کلا ویدیو رو شروع کنیم خب یه ویدیو میخوام بهتون نشون بدم که شما بچه در مورد این ویدیو نظرتون رو بنویسید. خب مقصر از اون قطاره است یا این چوپانه؟ خب که قطاره از روی گوسفندا رد میشه داخل ریل، گله گوسفند کلا میزنه میتره کنه. خب ببینید گوسفندا دیگه کشته شد. الان بچه مقصر این بنویسید دیگه. مقصر از کیه؟ یه آدم گوسفند رو برید سرشون زد کشته شد. بدبخت کشتن داد. خاطر ویدیوی اولین ویدیو. این ویدیو در مورد به دوربینیه که تو ایستگاه‌های فضایی میذارن. خب که یه موجودی رو رکورد کرده. خب که این موجود بچه این شکلیه. خب به نظرتون فضاییه یا نه؟ این ویدیو جدیده. خب و یه چیزایی ضبط کرده این دوربین. خب از سیاره‌های دیگه، از کره‌های دیگه. اینا چی هم به نظرتون؟ اون اولیه به نظرتون چی بود؟ این چیه الان؟ جنازه است. چیه؟ بچه این ویدیو خیلی خوب. خب براتون گذاشتم، حرف نمیزنید بشنوید. به سوال چرتی. این ایران خودمونه. اوکی، اینجا قطب شمال، قاره اروپا، آفریقا، آسیا و این محدوده قرمز، خط قرمز رنگ، نقشه کرویه که به ما غالب کردن و به ما میگن. این سفیدایی که میبینید این دور یخهای قطب جنوب یا همون جنوبگان که ما رو احاطه کردن و نمیذارن خروج کنن. حالا این هم آبهای آزاد که حالا پهناوری خودش رو داره. میریم دنیاهای دیگه بعد از قطب جنوب، یه لایه دنیای دیگه اینجا. و یه جالب تر از همه که برام جالب بود این سرزمین آزگارد که تو اکثر فیلم های مارول یا هالیوودی هم بهش اشاره شده. به این فیلم سو رو ببینید متوجه میشید. و جالب تر از همه اونا این والهالا داخل فیلم وایکینگ ها. خیلی قشنگه این والهالا، اصلا یه همون بهشت همون چیزا میشد. اینم یخهایی که میبینید احاطه کردن جهانهای دیگه بعد از لایه سوم که احتمالاً جهانهای دیگه بعد از لایه سوم هست. اینجا ولی بریم ویدیو بعدی. خیلی خوب بچه، این ویدیو مربوط میشه به یک قبیله‌ای که خب این قبیله برای اینکه از موجودات خطرناک زنده بیرون بیاد روی چوبا راه میره. بچه‌هاش هم هنوز راه میرن. خب بچه مرد روی چوبا راه میرن به خاطر این موجودات خطرناکی که توی این جزیره زندگی میکنن. ببین همشون رو چوبن. دیگه همشون راحت یاد گرفتن. برای اینکه زنده بمونن از سر موجودات اینجوری دیگه کردن. بچه این ویدیو رو ببینید جدیده. خب 2 سفینه روی یک روستایی. خب که این 2 سفینه شبیه شی نورانی هستند. قبل از انسان یه اینم یه ویدیوی جالبه که براتون آوردم. حالا این نسناسا چی شد که از بین رفتن؟ قبل از انسان یه سری موجوداتی بودن روی زمین زندگی میکردن، ولی از بس خرابی به بار میارن ملائک یا همون ملک به پیش خدا درگاه حق میرن و میگن زمین روند خودشو داره ادامه میده.
داره اون گیاهان، دریا، موجودات آبزی همه دارن ادامه میدن، ولی این نسناس داره هم قتلای زیادی انجام میده، هم درک و شعور و فهم درستی نداره. و اینجاست که خدا میگه برید همشون رو نابود کنید. وقتی میره همه رو نابود کنن، میبینن یه موجود خالصانه داره عبادت خدا رو میکنه. برمیگردن به خدا میگن این موجود خالصانه عبادت شما رو میکرده، میگه بیاریدش. وقتی میبرنش پیش خدا میگه من سالیان سال خالصانه عبادت شما رو میکردم. این موجودی نبوده به غیر از ابلیس. ابلیس وقتی به درگاه حق میره پیش خدا صحبتی میکنه، میگه من خالصانه عبادت شما رو کردم که فقط به دیدار معبود برسم و رسیدم. ولی این وسط یه مشکلی پیش اومد. ابلیس از نسل ششم بود، نباید به درگاه حق میومد و انسان موجود هفتم، خلقت هفتم و آخرین خلقتی که بعد از اون پیمان نامه هایی امضا شد. پس اینم از این ویدیو بود. خب داستانش خیلی جالب بود. خب گفتم براتون بذارم، همین ویدیوی قبلی رو میگم، این ویدیو رو نمیگم. این یه سفینه است که بالای یک شهر دیگه خودشونو دارن علنی نشون میده توی آسمون اینا. ویدیویی که منتظرش بودید. خب یه جنی توی کرج، توی همون واقعی دیگه حرف این چیزا نمیزنم. خوب ببینید چه اتفاقی داره میفته. برنامه زنده است، برای دوستان فالوور را بالا باشن. خب دقت کنید که دوستان اصطلاح دقت کنید. شیر همون باز شد. داره همون میکنه انگاری داخل. بچه بریم ویدیوی بعدی جدیده. خب یه عزرائیل که باعث یه تصادف شده. خب ببینید این ماشین اومد از این پولت زد بیرون رفت. خب یه چیزای سیاهی هم اینجا پخش شد، دیدید؟ الان ببینید اتفاقی که افتاد تقصیر کیه؟ تقصیر عزرائیل. خب یه دوربینی که روی پل نصب بوده گرفته. ببینید روی کامیون شما، ببینید کامیون چیه؟ یه عزرائیل واقعی این اتفاقو کرده. بچه مرسی از تماشای این ویدیو. بچه همیشه من سعی میکنم خب 3 روز یه بار این چیزا براتون این ویدیوهای جدیدی بزنم. هرچی ویدیو تو این 3 روز به دستم رسید اون براتون میذارم. خب اینم آیدین اینستامه که اگه اونجا ویدیویی دارید حتما بفرستید. عشق من تا فیلمای بعد. خداحافظ.